یه مردی بود که بختش خوابیده بود و داستانش معروفه که گفتش که هر کاری میکرد باز نمیشد. بعد گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن چی بختت خوابیده؟ گفت بختش کجا خوابیده؟ گفت در فلان غار یه جایی هست مثلا 6 ماه بعد راه بریم. این راه میفته و مدت‌ها سلوک میکنه تا میرسه به اون غار و حال داستانش خیلی مفصله. بعد میبینه بله داره خورناسش بلنده و به لگدی بهش میزنه که باشه آقا چقدر میخوابی؟ ما وقتمون خوابیده، هیچ کارمون باز نمیشه. ما خیلی چیزا در وجود ما خوابیده، هزاران فرشته در وجود ما هست که ما بلند میشن هزار کار میکنن. اگر شما دعا بکنید، دعا بسیج نیروهای درونی، یعنی وقتی شما مدد میگیرید از اون نیروی الهی به سبب اون دعا که ای کسی که همینقدر وقتی میگید ای کسی که رحمت سریان داره در کل عالم، همین انسان پر از انرژی میکنه. همین که میگی علمت تمام کائنات رو گرفته، ای کسی که اسماء تو تمام کائنات رو گرفته، فکر آدم متبدل میکنه، هزار اندیشه به سر آدم میزنه. مثلا عین استجابت دعا.